افغان ها دقیقاً در بازار اینطوری حرف میزنن. دا کمی سوده، دا 800 افغانی دی. لیک ارزانی کری؟ سمده 900 افغانی درکو. اگر میخواهی پشتوی واقعی بازار یاد بگیری، این ویدیو مخصوص شماست. من ملکه هستم و امروز چند تا محاوره خیلی پرکاربرد پشتو رو یاد میگیریم و جمله هایی که مردم واقعا در هنگام خرید و فروش از آن استفاده میکنن. پس بیاین که با هم شروع بکنیم. با بازار که سودا اخیستل، گرفتن سودا در بازار. محاوره بین اخیستون که او پلورون که. محاوره بین فروشنده و خریدار. اخیستون که به معنی خریدار او پلورون که به معنی فروشنده. در بخش اول اخیستون که هست، یعنی کسی که خریدار هست و نفر مقابلش هم پلورون که هست، کسی که فروشنده هست. سلام علیکم. پلورون که و علیکم السلام، خرغل است. و علیکم السلام، خوش آمدی. خرغل است به معنی خوش آمدی. دا کمی سوده، این لباس چند است، این قیمتش چند است؟ دا 800 افغانی دی. این 800 افغانی است. لیک ارزانی کری؟ کمی ارزان میکنید؟ سمده 900 افغانی درکوم. درست است. 700 افغانی میدهم. کیفیت سینگه دی؟ کیفیتش چگونه است؟ کیفیت دیر خده. کیفیتش بسیار خوب است. بل رنگ هم لری؟ رنگ دیگر هم دارد؟ هو، تور، سپین او آبی رنگونه لرو. بله، رنگ های سیاه، سفید و آبی دارد. دو تور رنگ را او خواهی. امی رنگ سیاهش را به ما نشان بتین. مهربانی، دا و گوری. بفرمایید، این را ببینید. اندازه لوی ده، آیا اندازه بزرگش هم است؟ هو، لوی اندازه همیشته. بله، اندازه بزرگش هم موجود است. دا با اخلا. بله، خوب، این را میگیرم. نور سقواری، دیگه چی میخواهی؟ نه، همدا بسته. تشکر، همین کافی است یا همین بس است. طول پیسی او 900 افغانی شوی. تمام پول شما 700 افغانی میشه. کارت قبولوی؟ کارت را قبول میکنید؟ هو، کارت هم قبولو. بله، کارت را هم قبول میکنیم. خب، با کارت یه حساب کرده. درست، با کارت حساب کنید. نه، پیسه انتقال شوی. تشکر، پیسه شما انتقال شد. رسیدش ده؟ رسید موجود است؟ هو، دا استاسو رسید. بله، این هم رسید شما. دیره مننه. بسیار تشکر. دیره مننه. بسیار تشکر. حالا بیایین که با هم لغات همین محاوره را با هم تکرار بکنیم. با هم بخوانیم و شما هم حفظ بکنین. د پیرودونکي او پلورونکي سوچه پښتو لغتونه، لغت های بین فروشنده و خریدار، یعنی لغات سوچه بین فروشنده و خریدار. لغات اول، در قسمت چپ نگاه بکنین. پیرودونکی به معنی خریدار. پیرودونکی خریدار. پلورونکی فروشنده. پریدل خریدن. پلورل فروختن. بازار بازار. بیه قیمت ارزانه ارزان. گران گران. پیسه به معنی پول. نقدی نقد. چوک کلاه. مال جنس. رنگ هم رنگ توی. شمیر تعداد. وزن وزن. گټه سود. توان ضرر. بدلون به معنی تعویض کردن یا انتقال دادن همیشه. بدلون به معنی تغییر کردن. خوشاول پسندیدن. چاکل انتخاب کردن. پاتی باقی. خلاص تمام شده. نوی جدید. زوار هم به معنی قیمتی.